سلام، خوش اومدین به کانال بازی با علی. توی این ویدیو میخوام بازی اسکیجول وان رو بهتون معرفی کنم. این بازی سبک شبیه ساز کرایمه و جهانباز هستش. از یه ساقی خیابونی کوچیک شروع میکنید تا رئیس یه امپراتوری دراگ میشید. خب بریم یکم با گیم پلی و فضای بازی آشنا بشیم. بازی از توی آروی کوچیکتون شروع میشه و باید یه سری روتین رو انجام بدید، مثل چیدن محصولاتتون یا پک کردن اونا و همینطور سفارش گرفتن و رسوندن سفارش به دست مشتریا. میتونید با پای پیاده این کارو بکنید یا از ماشینا استفاده کنید. تو این بازی ماشینای مختلفی هست که با بالا رفتن لولتون میتونید اونا رو خریداری کنید. یه چیز بامزه تو این بازی اینه که وقتی دراگو به مشتریتون تحویل میدید همونجا مصرف میکنه و قیافش تغییر میکنه و قیافه های بامزه‌ای خواهید دید. یادتون باشه حتما برای کاشت محصول جدید احتیاج به مواد اولیه دارید، مثل کود، خاک گل و بقیه چیزها. البته کارتون خیلی هم راحت نیست، چون تو این بازی پلیس هم فعاله. یهو تو خیابون جلوتون رو میگیره و جیباتون رو میگرده. باید مراقب باشین که چیزای غیر قانونی رو نتونه پیدا کنه. برای گرفتن مشتری جدیدم یه فری سمپل بهشون میدید که امتحان میکنن. اگه خوششون بیاد مشتریتون میشن و بهتون سفارش میدن. برای خرید احتیاج دارین که پولاتون رو توی حسابتون بریزید. یکی از راهاش اینه که از ATM استفاده کنید. تو این بازی کاراکترتون هم میتونید کاستومایز کنید، عوض کردن موها یا رنگ لباس و همینطور چشما و ابروها. داستان بازی هم ساده و جذابه. شما تو شهر هایلند پوینت شروع به کار میکنید و خب البته دشمن هم دارید. اونا هم سعی میکنن بهتون آسیب برسونن. شروعش با ترکوندن آرویتونه و بعد از اون هم درگیری هایی که ادامه داره. در آخر پیشنهاد میکنم حتما این بازی به شدت اعتیادآور رو امتحان کنید. نظرتون رو با من در میون بذارید و برای ویدیوهای بعدی آماده بشید. مرسی که تا آخر این ویدیو با هم همراه بودین. تا بعد.